خسته از مردم شهر، خسته از اون که تو میخوای بشی و من خودشم، خسته از الکل شهر، پاک خونه از دم پرشم. فکر هدف کل شب، اون که میگفت نرو که رفت خودشم، دوست دارن دست خوردشم، بزا بره با اونا که در خورشم، بگو بازن کل شهر. جور دیگر باید دید، زیرا جهان جور دیگر است. راستی چرا زیرا داریم هورا نداریم؟ بینمک واقعیت این نیست که تو چشمای تو موج میزنه، واقعیت این شب تیره است، واقعیت اینه که بین من و تو تا آخر عمر دیگه هرچی حرمت شکست. واقعیت این نیست که تو اخبار میگن، واقعیت تو ایران و کوچه هست. واقعیت این نیست که واسط از هوای بهشت میگن، واقعیت همین زندگی پوچه است. آره خب این جامعه ها غروبش بده، وسط شهر غم دیده، بس گفتن از شنبه شروع، واسه ما شنبه من به تعطیله. یه شنبه ریکا بری واسه قبل شنبه من میده، دوشنبه استارت و شلیک و طبیعت فشنگش هم چیده. این جامعه ها غروبش بده، وسط شهر غم دیده، بس گفتن از شنبه شروع، واسه ما شنبه من به تعطیله. یه شنبه ریکا بری واسه قبل شنبه من میده، دوشنبه استارت و شلیک و طبیعت فشنگش هم چیده. سه شنبه جلو پا جلو بازو، یکی پایین یکی بالا، این یانگ بیای بالا زرتی با ما، انگار پر خط دادم به تیتا، دنبال قلم های بزرگ، نگی فاز چتی با ما، میگی که این یکیت خفنه ولی هنوز چرتی بابا. چهارشنبه ها رو دوست دارم، منم این خیلی های دیگه، میدونم اینو خوب نی که تنم و اینو هرکی بیبی داره میگه. پنجشنبه دلم میگیره ولی خب میگذره، اینم روزا با بیمیلی داره میره، پامدم داره میپره سینم، شب تببین استرول هنو درد داره جای آمپول دیرو، جهان شده یه ساعت خوابیده، مردم یه مش کاندول بیرو. ما که خب وضعمون بد نی، پر کاغذ سامسون تیمون، اما یه سری اگه هم نیارن اساسون میریزه صابخونه بیرون. آری این درده، جهش لازم است و پول تنها میتواند دلیلی برای جهش باشد، نه خدا. اما اساسون میریزه صابخونه جهشی بیرون. نیز دلیل لازم است. بینمک باید به کل آدم ها شک کرد که حتی جمعه ها مکدر شد، باید به سادگی توهم داشت، نگاه کن گریه‌امو بدتر شد، باید به جمع یه ضرب در زد، باید که منها تقسیم و مفرد شد، باید به ثانیه تذکر داشت که باز تنها و مفرد شد. باید از کودک درونت بپرسی که هنوز سالمه یا نه، باید از ننت بپرسی پدرت ظالمه یا نه.
باید از خودت بپرسی چقدر بد میتونه باشه مگه حال یادم باید از عشقت بپرسی که حست راجع به من کامله یا نه. بعضی وقتا بد بگاهی میشه که منم میخوردم زهر ماری پیشت تا میخواد یه خورده سر صدا بپیچه یکی مار پیچی و قلب ما میپیچه. هی میندازم به هر کس آسی تیکه سمت چپی بده ولی سمت راستی شیکه. ما که وجی باز و گیش نیست پسندیم ولی خونم به یه طرز خاصی پیکه. هر سطح و درد و مرز داری تیشت باز نمیشه حتی هر از گاهی میشت. شب و اوزا بعد خماری میشه روزا تو خون سر شماری میشه. لیوان چایی حاضر دیوار زندگی کوتاست که رفت میچینمش پازل حاجیتون خودش پازل بازه. خورما حاضر دود حاضر گیاه خار نمیشه پول لازم. من حاضر رول حاضر گل حاضر اون غایب ولی از بیرون ناظر. خلاصه بزا همه بگن گل لازه بزا خل باشی خل رو مد اصلا میمونه مغز خل تازه. حک لازم ما که دل حک کردیم اون چرا برد با خش. ما همه جوره احترام گذاشتیم و اون همه حرکات مولا زشت. هر کی به ما رسید به ما گی کرد والا بش. هر جا ما جفت شیش گذاشتیم اونا بردن با 2 تا بش. آره خب این جمعه ها غروبش بده وسط شهر غم دیده. بس گفتن از شنبه شروع واسه ما شنبه من به تعطیله. یه شنبه ریکابری واسه قبل شنبه من میده. دوشنبه سالته و شلیک و طبیعت فشنگ شمچیده. این جمعه ها غروبش بده وسط شهر غم دیده. بس گفتن از شنبه شروع واسه ما شنبه من به تعطیله. یه شنبه ریکابری واسه قبل شنبه من میده. دوشنبه سالته و شلیک و طبیعت فشنگ شمچیده. من از دیوانه ها دیدم هزاران عاقل خفته از عاقل ولی دیدم چنگ و غذایی گربه. هیچ خفاشی نمیتواند ویروس آدم بسازد مگر اینکه آدمی خفاش شده باشد. چه بسیار آنان که در پیمانه کم گذاشتند و چه بسیار که خود در پیمانه کم بودن و حذف شدند. حذف طبیعت را دوایی نیست حتی اگر برای سرطان یا کرونا دارویی پیدا شود خلاص.